این اینجا سوخته بچه ها 4 تاجیک سوخته اینا برشون میکنن میبرنشون. اینا برشون کردیستن تاجیک ها را. نه مویی که همش گست سه سوخت اینا. همین سهر. اینا 4 کس سوخت بیچاره. اینه. اینجا سوخته این مویی که گستین ثابت بالاش سوخته. بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه صحبتم میخوام یک داستانی براتون تعریف کنم. این داستان در یکی از کشورهای عربی در عربستان رخ داده. این از زبان یکی از علما شنیدم مدتها پیش. داستان عجیبه. ببینید که وقتی میگم این همه بیخیال نباشید، از مرگ بترسید. ما روزانه این همه خبر مرگ میشنویم. تو خواهر مسلمانی که شب میری با این بی‌حیایی یا با این بی‌بنده‌باری، با این لباس زشت و آرایشت میری در بین انظار چشمای نامحرم وارد عروسی میشی و در عروسی میایید با زن مرد با هم اختلاط میرقصید، بعد میری در اینستاگرام عکس خودت پخش میکنی با اون لباس بی‌حیایی و لباس بی‌عفتیت. نمیترسی که شب بخوابی صبح از خواب بلند نشی؟ نمیترسی که همان روزش آخرین روز زندگی تو باشه؟ اگر اون روزی که عکس خودت در اینستاگرام گذاشتی، تو خواهر مسلمانی که عروس هستی، عکس عروسیت با اون لخت و نیم لختیت، با اون قسمتی از بدنت هر کجا باشه، دستت باشه، پات باشه، نیمی از صورت باشه، در اینستاگرام گذاشتی، این عکس ها در اینستاگرام پخش میشه، دست به دست میشه، همون روز مرگ تو فرا برسه و مرگم خبر نمیکنه. تو از کجا میدونی تو کی زنده هستی؟ نمیترسی که بعد از مرگت این عکس ها بشه وبال گردنت، هر نگاه نامحرمی یک تیری در قلب تو در قبر و گناه معصیتی روز به روز همین قدر آمار دیده های تو در اینستاگرام و لایک هایی که میخوره زیر عکست، هر لایکی یک پتکی بر سر تو در قبر میشه، هر لایکی و هر نگاه نامحرمی گناهی بر گناهان تو افزوده میشه در قبرت و کسی به داد تو نمیرسه، کسی از حال تو آگاه نیست. از این نمیترسی؟ از مرگی که بیخبر میاد؟ از مرگی که بیخبر میاد نمیترسی؟ یا فکر میکنی تو ابدی هستی؟ یا فکر میکنی 100 سال عمر میکنی توبه میکنی؟ خیلی ها بودن با این وضع اسفناک از دنیا رفتن. ببینید به این داستان توجه بکنید. اتوبوسی یا مینیبوسی اتوبوسی پر از معلمین و دبیران یک مدرسه در سعودی، تمام زنها رفتن برای مسافرت اردو. خوب توجه بکن به این داستان. سوار اتوبوس میشن، بیشترشون زنهای که به حجاب اهمیت نمیدادن، اهل ترانه و رقص و موسیقی و از این قشر زنهایی که کم هم نیستن تو جامعه. از بین آنها یک خواهری بود با حجاب کامل، خواهری بود اهل ایمان، خواهری بود خدا ترس. وقتی سوار اتوبوس شدن شروع کردن، ببینید این چیزی که متاسفانه ما میبینیم با چشمون، اتوبوسی که میدونن هر لحظه امکان داره حادثه رخ بده، شاخ به شاخ بشه با یک تریلی، به جایی که بسم الله بگن سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين، به جایی که دعای سفر بخونن، به جایی که این نگران باشن که مبادا راننده خواب بیفته، اتفاق براشون بیفته، اما این از خدا بی خبرها. وقتی انسان ترانه و موسیقی میگیم دل سیاه میکنه، این فیلم های مبتذل، سریال های عربی و نمیدونم فارسیوان و ترکیه و مکزیکی که نگاه میکنن تو جامعه و تو خانواده ها شب و روز، حتی در ماه رمضان معتاد شدن به این فیلم ها، دل ها رو سیاه میکنه، دیگه هیچ نمیدونن. سوار اتوبوس میشن، به راننده میگن، راننده هم مرد بوده، راننده یک سودانی بوده، بهش میگن ترانه روشن بکن، میخوام تو اتوبوس کلا بزنیم و کیف بکنیم، برقصیم. راننده ترانه روشن میکنه، خواهر مسلمان از اون خواهرای محجبه با حجاب کامل میگه از خدا بترسید، تو ماشین هستید، اتوبوس هستید، هر لحظه امکان داره، از خدا بترسید. مسخرش میکنم.
به راننده میگن صدا رو بالاتر ببر و همون زنها همونجا شروع میکنن به رقص و کف زدن و ترانه خوندن و موسیقی. و اون خواهر مسلمان یک گوشه مینشینه فقط اشک میریزه. چه کار میتونه بکنه وقتی دلها تا این قدر سیاه شده؟ همینطور میرن وقتی الله از بالای عرشش حکم صادر میکنه. تو راه اتوبوس راننده خواب میفته یا راننده بالاخره اشتباهی میکنه، سبقت میکنه. این اتوبوسی با این همه زن، 30-40 نفر زن بودن، اتوبوس چپ میشه، ملق میخوره. در همان حال رقص و بی‌حجابی و بی‌حیاییشون اتوبوس ملق میخوره. سقف اتوبوس میره کنار، همه اینها از تو ماشین پرت میشن. راننده یک طرف، این زنها هر کدوم یک طرف، همه. وقتی میان بالاخره ماشینایی که رد میشن متوجه میشن، میان اداره راه و آمبولانس و دکتر و مردم و جمع میشن که این زنهایی که حیا و عفت را کنار گذاشته بودن، الله چطوری ببینید اونها را بی حیا و اونها را عورت اونها را کشف کرد. تمام این زنها، نعوذ بالله، شیخ تعریف میکرد، به یک وضع اسفباری، گردن جدا، سینه جدا، ران جدا، همه لخت، ران کش شده، سینه کش شده، تکه تکه پخش تو خیابون. مردم می اومدن با نایلون و با چشم بسته جمعشون میکردن، همه عورتشون کشف، همه عورتشون کشف. انسان اگر مغرور بشه الله سبحانه و تعالی اینطوری انتقام میگیره. تمام این زنها همشون به درک واصل شدن. با چه وضعی شیخ میگه؟ این شیخی که تعریف میکرد با گریه داستان تعریف میکرد، میگه با عورتهای کش شده، نیمی از بدن، نیم تنه، پایین تنه بدنشون کش، بالا تنهشون کش، رانشون کش، نمیدونم قسمتهای عورتهاشون، نعوذ بالله. تا اومدن آمبولانس رو جمع کردن و مردم متأثر. و از بین اینها یک نفر بود که الله سبحانه و تعالی او را با حجاب کاملش حفظ کرده بود. این یک خواهر مسلمان. وقتی تمام جمع میکنند، راننده هنوز نفسی داشته، میان سوال میکنن چی شده؟ اون راننده سودانی تعریف میکنه که اینجوری و اینجوری بوده، به خدا من مقصر نبودم، من توبه میکرد، برام دعا بکنه، گریه میکرد، خدای منو ببخش، نمیدونم، در حال اسفباری تعریف میکرد برای اینها که اینا از من خواستن ترانه و فلان و رقص. تا همون راننده میمیره. اما میرسن به یک خواهر مسلمان، فاصله 100 متر، متوجه میشن تکه پارچه سیاهی افتاده. میبینن خواهر مسلمان با حجاب کامل، با روبندش، با برقش، با دستکشش، چادر سیاه، حتی روبندش هم کنار نرفته. خواهر زخمی و خرد شده، بدنش خرد که نمیتونه تکون بخوره، اما هنوز روح در بدنش بود. وقتی میان این برادرانی که مال آمبولانس و مال بالاخره کمک‌های اولیه میخوان دست بهش میزنن، خواهر با اون حالش، با اون وضع اسفبارش گریه میکنه، میگه خواهش میکنم محض رضای الله به من دست نزن، تو نامحرم هستی، تو نامحرم هستی. اونا میگن خواهر جان کسی اینجا نیست، زن، ما مجبوریم، تو زخمی هستی، تو حالت خرابه، ما تو رو باید به بیمارستان بریم، باید تو رو به برانکارد بذاریم. گفت خواهش میکنم از الله بترسید کسی نامحرمی تا حالا به من دست نزده، کسی به من دست نزنه. و بیهوش میشه. برادران میان مجبورن اونو بلند میکنن رو برانکارد، میفرستن به بیمارستان. به هر نحوی بالاخره موبایلش، گوشیش، بالاخره شوهرش خبردار میشه، شوهرش که از حادثه میشنوه، میاد وارد میشه به بیمارستان. وقتی میاد این خواهر رو اتاق بهوش میاد. وقتی بهوش میاد گریه میکنه، میگه خدایا پروردگارت خودت شاهد هستی، تا حالا من کسی به من دست نزده نامحرمی، خدای من راضی نبودم اینا به من دست بزنن، خدای منو ببخش. همونطور بیهوش میشه، دوباره بیهوش میشه. تا شوهرش میاد میگه کجاست ام محمد، کجاست این زن با تقوا، کجاست زنش نمیدونم شب زنده دار، کجاست زنی که روزها روزه میگرفت، کجاست این زن مؤمن با خدای من. وقتی میاد همسرش رو آغوش میگیره، زنش میگه یا ابو محمد، به والله که من راضی نبودم اینها به من دست بزنن، من تو عمرم کسی به من دست نزده، من به تو خیانت نکردم، اینها به من دست زدن. میگه نگران نباش عزیزم،
الله تو رو میبخشد. اینا معذور بودن. همونجا سفارش میکنه به مواظب بچه هم باش، مواظب فلان دخترم باش. شوهر گریه، مردم دور برش گریه، اون زن در بیمارستان در حالی که کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله میگه در آغوش شوهرش از دنیا میره با حجاب کامل با ایمانش. این نتیجه، این عاقبت انسان مؤمن با حجاب هست، کسی که از الله میترسه. اینهایی که بیبنده‌باری میکنن در عروسی ها میرقصن و لباس های چاکدار و رانهاشون کش پشت کمر کش با اون لباس ها میرقصن با مردان اجنبی و عکس میگیرن و عکساشون رو در اینستاگرام این خودشون رو بی‌حیا میکنند. از الله بترسن. ببینید الله سبحانه و تعالی چگونه یک زن مسلمان مؤمنه حفاظت میکنه. زن مؤمنه اهل ایمان که بر حجابش پایبند بوده، اتوبوس چپ شد در حال ترانه و رقص، همه اونها رفتن به اعمالشون رسیدن، اما این خواهر مسلمانی که امر معروف نهی از منکر کرد و راضی نبود به این منکر، بر حجابش پایبند بود، چگونه حسن خاتمه نصیبش شد. حتی در موقع مرگش در حالی که معذور بود حاضر نشد که مرد نامحرم بهش دست بزنه. و اون خواهران مسلمانی که میان به راحتی در جلو نامحرم، دکتر زن هست، میرن جلو دکترهای مرد، نمیدونم عورت خودشون کشف میکنن، مردان نامحرم میان شکم اونها را نمیدونم سونوگرافی میکنن و هر کاری میخوان آمپول بزنن، راحت جلو مرد نامحرم اجنبی میخوابن، آمپول میزنن و برای عکس گرفتن و نمیدونم به همین راحتی دارن عفت خودشون و حیای خودشون از دست میدن، در حالی که هست دکتر زن، سونوگرافی زن هست. حالا اینها یک بحث دیگه است، اما خواهرانی که به راحتی خودشون در عروسی خودشون دارن حیا و عفت خودشون دارن دست میدن. این هشدار به همه زن و مرد برادران خواهران مسلمان هست. جامعه را دریابید، نسل آینده را دریابید، جوانان را دریابید. این فتنه ها همه را در هم میکوبه، همه را در هم میسوزنه. فتنه های مانند شب تاریک. از الله بترسید، به والله از الله بترسیم. خواهران مسلمان، برادران من، توبه بکنیم. این نوازشه که عروسی ما روز بروز داره اسفناکتر میشه، روز بروز داره وحشتناکتر میشه، روز بروز داره فتنه ها بیشتر میشه. باید کاری بکنید ای مسئولین، ای علما، ای خطبا، ای فضلا، ای پدران، ای مادران، ای برادران، ای همسران. پیام منو بشنوید، خودتون و خانوادتون از این فتنه نجات بدید قبل از اینکه دیر بشه و پشیمانی سودی نداشته باشه، قبل از اینکه الله بیاد مچ همه ما رو بگیره، قبل از اینکه الله خشم خودش نازل بکنه. همه من بر بگردیم به دختران جوان و نوجوانی که امروز دارن متأثر از این فیلم ها و سریال های مبتذل دارن حجابشون از کنار گذاشتن، با سر برهنه به لباس های زشت و تنگ و کوتاه تو کوچه ها دارن و پسران دارن خوشبش میکنن ارتباطات و تلفن و دوست دختر و دوست پسر و آخر عاقبت این همه با چشم خودمون خواهیم دید. بلایی خواهد بود خانمان سوز همه رو در بر میگیر. از الله بترسید تا دیر نشده.